بیول مراقبت از همه. آبفشان دهانی قابل حمل بیول مدل WI911. انا کلر هستم، دندانپزشک مقیم سوئیس. میدانم مراقبت از دندانها و لثه‌ها چقدر مهم است و میدانم که چه حس خوبی دارد وقتی سالم هستیم و با دندانهای زیبا به دنیا لبخند میزنیم. من به همه بیمارانم توصیه میکنم به طور مرتب دندانهایشان را مسواک بزنند و هر روز از آبفشان دهانی استفاده کنند. من بیول را برای خودم و خانواده‌ام انتخاب میکنم. آبفشان دهانی قابل حمل بیول مدل WI911 لبخند زیبا و بوی خوب دهان شما را تضمین می کند. آبفشان دهانی بیول کوچک اما تاثیرگذار است. قدرت بهینه این دستگاه به تمیز کردن کامل دندانها کمک می کند. این دستگاه در دسته آبفشان‌های ضربه‌ای قرار دارد که از موثرترین و قابل اعتمادترین آبفشان‌های دهانی هستند. اجازه دهید عملکرد آبفشان بیول و یک مسواک معمولی را مقایسه کنیم. آبفشان فقط طی 3 ثانیه می‌تواند 99.9% از جرم‌های باکتریایی را تمیز کند. بیول مدل WI911 حتی نواحی از دهان را که دسترسی به آنها دشوار است تمیز می‌کند. این آبفشان به طور مؤثر حفره دهان افرادی را که براکت دندان، ایمپلنت، پل و روکش دندان دارند تمیز می‌کند. بیول مدل WI911 با فشار بهینه 620 کیلوپاسکال دندانها را به طور کامل تمیز می کند. 3 حالت عملکرد برای استفاده آسان. به همراه 2 نازل که 2 کاربر به راحتی می توانند از آن استفاده کنند. پر کردن مخزن آب آن آسان است. باتری جدید این دستگاه را فقط 1 بار شارژ کنید و به مدت 1 ماه بدون شارژ مجدد از آن استفاده کنید. به همراه یک آداپتور شبکه. مقداری آب گرم داخل مخزن بریزید. مخزن آبفشان بیول را به 2 روش میتوان پر کرد. میتوانید از آب شیر معمولی استفاده کنید. اگر از آب فیلتر شده یا آب بطری استفاده کنید، طول عمر دستگاه بیشتر میشود. همچنین میتوانید یک محلول خاص به آبفشان اضافه کنید. آبفشان WI911 شامل 2 نازل استاندارد است. می توانید نازل‌های ارتودنسی مخصوص براکت، نازل‌های تمیز کننده زبان و نازل‌های پریودنتال را نیز تهیه کنید. نازل را قرار دهید. برای گذاشتن یا برداشتن نازل دکمه را فشار دهید. چرخش 360 درجه نوک نازل راحتی و اثر بخشی آن را تضمین می کند. حالت دلخواهتان را انتخاب کنید. آبفشان WI911 3 حالت عملکرد دارد. حالت عادی تمیز کردن موثر دهان را تضمین می کند. حالت نرم برای دندانهای حساس مناسب است. حالت ضربه‌ای برای ماساژ احیا کننده لثه طراحی شده است. دندانهایتان را به درستی تمیز کنید. سعی کنید جریان آب را عمود بر دندانها و لثه ها نگه دارید. نازل را روی دندانها و لثه ها فشار ندهید تا از فشار زیاد جریان آب جلوگیری شود. تمام حفره دهان را کاملا تمیز کنید. چرخه متوسط تقریباً 2 دقیقه طول می کشد. یادتان باشد که باتری را شارژ کنید. آبفشان بیول با یک باتری لیتیوم یون جدید ایمن و راحت کار می کند. دیگر به سیم‌های آزاردهنده و پریز برق در سرویس بهداشتی نیاز ندارید. با یک باتری کاملا شارژ شده می توانید به مدت 1 ماه از دستگاه استفاده کنید. دارای یک آداپتور شبکه. مطابق دستورالعمل همیشه مخزن آب را خالی کنید تا از تولید باکتری جلوگیری شود. برای خشک کردن دستگاه می توانید آن را 2 الی 3 ثانیه بدون آب روشن کنید. بیول کیفیت و سطح بالای خدمات نگهداری را تضمین می کند. شما همیشه می توانید با متخصصین ما مشورت کنید و لوازم جانبی مورد نیاز را خریداری کنید. بیول مراقبت از همه.